میدونی عشق دوم بودن چقدر سخت است؟ هر وقتی که با گذشته‌ات فکر میکنی میدونی که تو عشق حقیقیش نه، بلکه برای پر کردن خاطره های خالی عشق قبلیش بوده ای. تو جای محبت سوخته دلش را با محبت حقیقی خود پر میکرده. تو برایش مثل یک سایه بودی، مثل یک عکس بیجانی که اهمیتی براش نداشتی. چو هر وقتی که تو را میدید عشق قبلیش را به خاطر می آورد. اینو ما را کشتند که من از او خاطره دارم و او از دیگری. خود که درد عشق را می دانست چرا با من این همه سال نقش بازید؟ چرا ما را عاشق خود کرد؟ چرا خواست این همه سال منتظرش مانم؟ چرا حیاتم را سوزان؟ چرا حرف دروغ از عشق می زد؟ به چه خاطر؟